سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حال همگی خوب باشه. این ویدیو در مورد این موضوع هستش که چه نکاتی رو بهتره که قبل از شروع برای آمادگی واسه آزمون آیمت بدونید. تو این ویدیو با من همراه باشید تا نکاتی رو که به نظر خودم نکاتیه که باید قبل از آزمون بدونید رو باهاتون در میون بذارم. خب دوستان عزیز، به نظرم اولین نکته رو که باید بهش توجه بکنید بیس خوب زبانی هستش. خب حالا این یعنی چی؟ ببینید دوستان، درست هستش که بیشتر ما از دوران حالا ابتدایی یا راهنمایی یا دبیرستان کلاس زبان رفتیم، یک سطح خوبی زبانی رو داریم، نمیدونم با شبکه‌های اجتماعی اوکی هستیم و اونها رو میفهمیم، فیلم میبینیم به انگلیسی. دوستان ببینید این قضیه، این موضوع با اینکه فهم زبانی شما، فهم آکادمیک شما خوب هست بسیار متفاوته. برای مثال شما مثلا توی حالت روزمره موضوعی رو که درباره مثلا فتوسنتز در گیاهان بدون دانه هست رو نمیرید بخونید، خب اما این موضوع توی ریدینگ آزمون آیلتس از شما سوال میشه و یک متن میاد و باید برید بخونید در موردش. خب این چیزای نرمالی نیستن. پس من اولین توصیهم دوستان به شما این هستش که تنها هدفتون رو، اولین هدفتون رو در اول کار بذارید برای گرفتن مدرک زبان. حالا نوع مدرک زبان هیچ فرقی نمیکنه، آیلتس، تافل، دولینگو و غیره. البته توصیه این هستش که روی آیلتس و تافل تمرکز بکنید، به خاطر اینکه اولا بیشتر دانشگاه ایتالیا دولینگو رو قبول ندارن و با آیلتس و تافل باید بهشون نشون بدید کوالیفیکیشن زبانیتون رو. و خب این از این موضوع. دومین موضوع این هستش که بحث زبان خیلی کمک میکنه به شما در دو قسمت. یک، موقعی که دارید مطالعه میکنید واسه آزمون آیمت، شما قرار هستش که تکست بوک بخونید، شما قرار هست کتاب های، حالا هر کی یک منبعی داره، کتاب کمبریج، کتاب نمیدونم امکت، هر کی یک منبعی داره میخواد بخونه، اونها به زبان انگلیسی نوشته شده. و خب شما هر چقدر اسکیل های زبانیتون مثل اسکیل ریدینگ خوب باشه، سرعتتون و فهمتون از اون مطلب بالاتر. برای مثال یک فردی هستش که 3 صفحه در 1 ساعت میتونه بخونه به زبان انگلیسی، یکی از 10 صفحه میتونه بخونه و کاملا هم بفهمه. خب ببینید از همین اول کار، از همین بدو کار، بدو شروع مطالعه، این اختلافه تفاوت میندازه بین افراد و خب شما لوز میشید اگه سطح زبانتون خوب نباشه. سطح زبان خوب اولین مرحله هستش. و دومین موضوعی که در مورد مدرک زبان هست این هستش که بسیار کمک میکنه بهتون توی فهم سوالات. یعنی ببینید دوستان، نمیخوام مقایسه بکنم بین سطح کنکور سراسری ایران یا سطح آزمون‌های ورودی دانشگاه تو ایران، اما آزمون آیمت میتونم بگم که ساده تر هستش. بیس علمی که از شما میخواد، حالا اگرم بیس علمیش هم یکی باشه، نوعی که بیس علمی رو میسنجه ساده تر از کنکور سراسری هست. پس مشکل بچهای ایرانی کجاست؟ مشکل این کجاست که مثلا اینقدر درصد فیلیر توش بالاست. یعنی خب چند نفر قبول میشن و چقدر متقاضی داره این آزمون از بین عزیزان ایرانی؟ خب مشکل اصلی اصلا بیس علمی نیست، میفهمه سوال رو. اگه این سوال میتوز و میوز رو براش ترجمه بکنی کاملا جواب میده، به راحتی جواب میده. مشکل این هستش که یک، ممکنه سرعت خوندن انگلیسیشون پایینه، دو، ممکنه فهمشون پایینه که خب هر دوتا اینها از ضعف زبانی میاد. به حساب اولین توصیه من این هستش که اول کار، اولین موضوعی رو که فیکس میکنید سطح زبانتون باشه. دومین موضوع به نظر من منبع درست مطالعه هست. دوستان خیلی جاها من میبینم مثلا جزوات، حالا نمیدونم گروه فلان یا جزوات مثلا سازمان بهمان که برای آمادگی آزمون آیمت داره کلاس میذاره رو دارم میخونم. دوستان کاملا اشتباهی، یعنی completely wrong. کلا توی مسیر اشتباهی هستید و به قول اون دارید اشتباه میزنید. باید دوستان منابع و رفرنس هایی رو که انتخاب میکنید بر اساس یک رفرنسی باشه که خب از نظر بین‌المللی اوکیه، مردم
بخوان رجوع بکنن به این رجوع میکنن. اولا که بیشتر اینها جزئیاتشون رو کلا کپی میکنن از همین کتابای رفرنس اصلی. دوما اینکه ممکنه که اصلا تو اون جزئیات یا اون کتاب‌ها یا اون حالا هر چیزی که هست مواردی باشه که زیادی هن. یعنی اصلا احتیاج نیستن یا مواردی کم باشه. ببینید من نمیگم مثلا کتاب کمبریج کتاب کامل هستش یا هر چیز دیگه، نه من این حرف رو هم نمیزنم. نمیگم فلان کتاب عالیه بهمان کتاب عالیه، میگم منبعتون رو درست انتخاب کنید. مثلا اگه یک مبحثی رو کمبریج پوشش نداره، کتاب دوم پوشش نداده، کتاب کمپل قطعا پوشش داده همه چیز رو. پس بر اساس رفرنس ها و منابع درست پیش برید که این خیلی مهم هستش. نه تنها تو آزمون‌های من، تو همه آزمون‌های بین‌المللی یه موضوعی هستش که خب واقعاً بیس کاره. یعنی شما فکر کن داری زمان میذاری، داری وقت میذاری، داری تلاش میکنی که بفهمی، ولی خب منبع اشتباهه. خب این یه موضوعی هستش که واقعاً باید جدی گرفته باشه. سومین موضوع دوستان، سعی بکنید یادگیریتون رو درست و دقیق انجام بدید. یعنی یادگیری درست خیلی مؤثرتر از این هستش که من 15 بار مثلا یک رفرنس رو بخونم، 20 بار یک رفرنس رو بخونم. خب ببینید شما بار اول مثلا 60% مطلب رو فهمیدید، بار دوم نهایتا میخوای 5% اضافه تر بفهمید. هی قراری نفسه. خب من میگم چرا بار اول شما 80% متن رو نفهمی که 20% دیگرش رو با تمرین حل بکنید. فهم درست، یادگیری درست بسیار مهم. اگه مبحثی 10 ساعت از شما مطالعه میبره، به جای اینکه بگید حالا من میخونم هر چقدر فهمیدم و بعد برمیگردم که کار بسیار اشتباهی هست، سعی کنید فهمتون رو کامل بکنید. یعنی مثلا مبحث استوکیومتری رو دارید مطالعه میکنید، خب این مبحث شاخه داره، هر بخشش یک سری نمونه سوال داره. خب شما به جای اینکه بگید من فعلا تئوریاش رو میخونم، فعلا فرمولاش رو میخونم، بعد که نوبت به حل تمرین رسید میرم سراغ استوکیومتری و حل تمرین میکنم، حل تمرین رو همونجا انجام بدید تا یادگیریتون کامل بشه تو اون مبحث. و بدونید که دوستان نه تریکی قرار خواهد بود بشه سوالات، نه نمیدونم چیز عجیب و غریبی است. متاسفانه یه موضوعی هستش که از کنکور سراسری توی ماها در واقع باقی مونده که خب فکر میکنیم ممکنه سوال رو بپیچونه. نه، واقعا از شما میخواد که بدونید که مثلا کدومی که از گزینه‌های زیر اندامک نیست. تعریف اندامک رو، تعریف ارگانل رو بفهمی میتونی سوال رو جواب بدی. نه دنبال یک موضوع خاصیه، نه دنبال نمیدونم این هستش که شما رو گول بزنه. قراره بیس اصلی شما رو بسنجه، ببینه اگه هستی بیست خوبه وارد مدیکال اسکول بشی، اگر نه خب نشی، بیشتر تلاش کنی، بعداً دوباره تلاش بکنی که آزمون رو بدی. دوستان این موضوعات اصلی ترین موضوعاتی هستن که باید جدی بگیرید و باید روشون کار بکنید. یعنی سعی بکنید هر سه تا اینها رو درست انجام بدید. اصلا فرمول عجیب و غریبی هم نیست، این ستای بیسن، ولی متاسفانه این همه سالها ما فیلیر داریم از عزیزان ایرانی. من خودم دوستان شاید کمتر از 3 ماه، توی مثلا 2 ماه نیم، حتی 2 ماه یه هفته فکر میکنم دقیقش هست زمان گذاشتم واسه این آزمون، بخاطر اینکه کار میکردم حالا یا هر مشغله دیگه که داشتم وقت نداشتم. ولی با روش درست دوستان میشه حتی به نمره کامل هم رسید. حالا خب 1% شانس هست، 1% سوالات جنرال نالج معلوم نیست، آدم بدونه معلوم نیست بدونه، ولی بسیار راه مشخصی. اصلا یه چیزی نیست که بخواید گیج بشین، چیزی نیست که بخواید نمیدونم بخواد کانفیوزتون بکنه، نه، راهش مشخصه، باید این راه رو برید و این هم مسیرشه. کسایی که واسه 2024 میخوان تلاش بکنن بدونن که اینه روش، اینه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه دوستان، و اگه این مدل ویدیوها رو دوست دارید ببینید لطفاً پیج من رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. امیدوارم که در هر مسیری هستید موفق بشید.